سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. اگر کانال ما معقول باشد ابونه شدن، پادپیس کردن و لایک رو فراموش نکنید. رحمت برای دستگیری هاتون. من امروز خواستم با خواهش یک پادپیس چیکم ترزی دختنی болишт падушка هم میگوین. خیلی خیلی که منم خیلی با ما پالس لازم میشود. بور ماتریال لطه، بعد ریشته هر خیلی، بعد سوزن یکی درونش سوراخ دارد و ریشته میگذارد از درونش. منم خیلی سوزن. شما میتوانید گل‌های آسان اول تا یاد گرفتن من خیلی گل‌های آسان کشین و دوزین درونش رو پر کنید. منم خیلی که خواهی. شما میتوانید سانی سفید صوف و خیلی که متاها باشد به شما معقول با همون دوزید. منم خیلی سوزنی درز دوزی را میگیریم، ریشته را میگذارونیم. بایسته سوزن درز دوزی ما با این سوزن ریشته میگذارونیم. خیلی از مولش سوزن را میگذارونیم، از پشتش میگیریم، بعد ریشته را میکنیم. باید که ریشته از همون درونی تار بچه بیاید، برای موقع با پشتش میچسبونیم. منم خیلی دوام ریشته که چسبونده میبراریم تا گیره ها. من ریشته ما سوزنی ما تیار شد، همه چیزی ما تیار شد. دختن رو سر میکنیم. همه چیز رو که آماده کردیم میدوزیم و زیر. در اینجا دخته استادیم با همین طرز میدوزیم. همه این گولی کشیده امان رو که پر کردیم، باز در گرد و اطرافش رنگی سیاه خطی یا کبود خطی رخ میکشیم. بولشت ما زیبا میشود. ای دوستان عزیز، تماشای خوب به همتون. رحمت که با ما هسته. تشکر زیاد. سال پیش دختر بودم، راستی گفت فراموش کرده دخترش رو. کوشش کردم که با یادی هم در اینجا کردیم، دختر شدیم پر کردیم. سال پخه آمد، نکی دختر گرفتید و دستت آموخته شد. لایسی خوش رو می شود چپگیش. من این راستگیش می باشد. راستگیش رنگی پلاتینسه وای می شود. مخروی برین رنگی پلاتینسه تیار شد. از ریشته کبود را به گلاب یک جای میکنیم و دوام میدهیم. گردش را خیلی رنگ کبود خطی رخ میکشیم، گل معلوم میشود. من دوستان عزیز، گلی ما تیار شد. من 10 سال باز همین کار رو کردگی نبودم. خیلی به خاطر پادپیس چی که عزیز کوشش کردم که نشان دهم. اگر یگان چی به شما پسند آمده باشد لایک رو فراموش نکنید. این رو پادوشکا هم دوخته می شود. یگان چیزای آرایشی کردن می شود با واسطه همه خیلی گلاب. من بسیار پادوشکا دوختگی هستم. من در اینجا پادوشکا هایی که با آرایشات مخصوص زیبا دوخته شده است. تماشا کنید.
اینش بالشتای خودم است، نگاه کنید.